چطوری بچه‌ها؟ من آرتین گیمینگ هستم. اومدیم با یک ویدیو جدید دیگه. تو ویدیو قبلی قول داده بودم که بیام اسکین ایتان از گردونه گاندوم بررسیش کنم. خب بریم برای بررسی اسکین. یه همچین وقتی مثلا اینجوری میاد بکنیم. خب ببینید که اگه بخواد مثلا اینو با سی پی بگیر ارزش داره یا نه. نمره هم بهشون میدم. نمره بهش میدم که مثلا قبل از اومدنش از 10 بهش 8 میدم. خب بتل رویال اینجوری میاد، مثلا تو پرچم چیزی میرید اینجوری براشون میاد. اینو میدم 9 از 10 که مثلا کیکت نمیکنن اون موقع دیگه کیکت نمیکنن. حالا بریم تو بخش تمرینی ببینیم. میریم برای بقیه بررسی. اینا فینیشرهای اختصاصی خودشونو دارن، هر کدوم از 4 تا اسکین، و جت پک هم لازم ندارن. وقتی از هواپیما میپرن این بالای خودشون یا بعضی دیگهشون دیگه جت پک خودشون میشن. مثلا مال من بالش جت پک میشه. و جامپ هم که میزنید از بعضی جاش چی میاد؟ آتیش. بریم فینیشر ایتانو ببینیم. فینیشرش خیلی قشنگه، 10 از 10. بریم حالا داخل آلکاتراز ببینیم چه میشه. یه لحظه سرش ستام نمیاد. اینم از آلکاترازش داخل هواپیما که اینطوره شمشیر بند میچسبونه میاد جلو. 5 از 10. اینم جت پک اختصاصی خودش دیگه، برای خودش جت پک نمیخواد. اینو میگیم 8 از 10. به نظر من اسکین خوبیه. اگه حالا رایگان هم بتونید بگیرش که بده، ولی خواستین سی پی هم خرج کنید خوبه. آخر ویدیو هم نمره رو جمعش رو بهتون میگم. نه نمیگم، حیف نیست. یه دفعه دیدین یه چرا گند زدم. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما منتظر ویدیو بعدی باشید. سابسکرایب کنید، لایک هم کنید، زنگوله هم فعال کنید، توضیحاتم حتما بخونید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.